خونه به هم چجوری کو که ما مونده نی تا خونه به هم چین جاری کنه نی پیالی چای دم کنده. اصلا من نمیفهم که این مراد مشکل شده که یک دو ماه میشه هیچ کاری نمیکنه. هیچ چی سال به درد منافع ما چمال ما خوب بکنیم قبلستون گم کرده. گیلا کجایی؟ گیلا کجایی؟ مدام همین جارو به دستتونه هیچ کاری نمیکنی. همدانی که صدا بگیشته این جارو رو میدلیه. آخه من تون کی رای کردم؟ تون کی رای کردم؟ و تو سون گفتم تو برو کار نکن و سر اینا که من مونده عوض میارم. داداشتم چیزه؟ بابا تو خرگوشه بفرشید و بلند بگفتم تمام خونه رو ملمه کرده. بفرشید دیدن بفرشیدم. آخه ده دفعه من تو بگفتم کاری که من تو میگم من کارم. تو به خرگوشه چیه؟ طول به من چی که من رو زهرستانی یکتیم. خب این گرمزی وقت چی کار داره؟ ایستا کار نداره مدار و ده دفعه معتبر من بزباندر خونم. من بزباندر نمیکنه من یکتیم. دیشب من ترسیدم من چون کی بوده کافا من بخورم. یه دم اخر بیدار شده ببینم ایشگینیه. تو از این خواب مدام بگیری هیچ گفتی نیه. هیچ گفت شره نمیدم نخمرده که خیلی ببینم نمیترسه. نه تو هر خیلی که ببینی هیچ گفتی نیه. اینجا خوش بکن. اصلا من به تو میگم خوب همین سرکلی تو خوب همین کسی که تو از اون میترسی میبینه قطر از تو میترسه این تو خلاصه بود. چکار کنم من در پاول آخر من میرم من ارتینی مایم. من نزباندار که مردم اول نکته نزباندار شدم. این گپار از کجا یاد گرفتی با؟ این گپار؟ این گپار از همه مردم. من بعد نام خدا از این درونده طالب نام خدا کتر شدم من. هر از تو مدر و بونه یه میگیریم. میگیم من چون کلون شد. اصلا داری در روزه نه گیلک ساده که می درمون فرق نمیکنه. تو برار منی و تو میشنم. چه کار شد؟ تو اول 10 سال دیگه بمونده که عقل کمال یادگیری هوشیار چی بفهمیدی؟ چی برسه بزن؟ اگه تو مدر و فکر از اینی که من زیباده عقل کمال یاد میگیرم خدا بابا بیامرزه. خب پس دیگه اگه تام به فکر از اینی که من دختر مسلمونه بدبخت میکنم و خدا بابا بیامرزه. خانان با تو برو بخون مزدوری بگی که بیایه زمینات رو دردنی کنه. زمینات رو گندمان بچینه من کاره بکنه. تو به خدایی خود پول کشتی. میگو تو خبر نداری که دستم خیلیه هیچ چی پول نیه. آخی بابا جان بلوان بچه همون زر بیاوریم هم سرام و مرتقه. همون بابا بده حالیه. همون بدا دو ما میریم بابا خیلی خوشی کشتار جمع کنیم میبونیم برای که دیگه پول هموزو میدیم. اصلا توی گپ به ما بگو که حلق و بجا خوب باشه. همین شخصی که تو ساده دومات خونه کینه امران به تو محبوجا پیدا کنم. مدرک دارو میری؟ چرا مثل مرگی برای لباس میری؟ تو این چی بیا؟ خب اگه پیدا کنم میری؟ کجا؟ آنی بی ماما کنده عقل بالا پری کاربان لو میده. نکو میگم که تو بیام نمیگی نه چرا بالا کنده دخترها خونه تو میده. بابا کندل گردن آمان باشه دور ببینیم بریم نیش میکنیم. از اون بیام 30 سنتیکاج رو میده. یادم فکر نکنم با کنده دختر کنه میده همین رو باید تنگو چه بدیم گوگی گلن گفتم گو متعیل یا خونه دار با تو متعیل گو بیا با دختر کنیم با تو خدای خود تو میفهمی هم متعیل یا خونه آقا دارم من گیلا تو باره عرقی با خود بیام کش که دیگه من زن ما بتا دیگه میشه خب به یک شرطون موزادار میکنه. به چی شرطی؟ به شرط ازی که کار میکنی اونجا که اول که کار میکنی خب و رد هم که به خونه ما کنی رفتیم مثل به چی روم نبریم اینجا میشینی گم نمیزه. چشم شما با اصلا بگیم گناه رو ما مثل بچه دشنمی ولی میگه میشینم به خاطر ازی که گیر لک صدا و بالا کنی میفهمه که تو سعودی. چشم بله امال بله آلگه بله بله کجی
تو گفتو بچی خدا داره تمی خونه گرمو پاک و تمیز که مال میمون میایه السلام علیکم کاکا خسرو من بیام الان کمر بر مولوی خود قبول کنیم چکار کنو؟ من بیام الان کمر بر مولوی خود قبول کنیم مولوی خود قبول کنو نه دیگه پس بجام پیار خوب شما کجا هستی؟ من چی هستم جز کلیو از این بینا پالون درخت سوخته بابا گنده ما بچه ما غلام حسن عقلی پایی زیر بیدا ببینید شما میگین لک برات رو بغل خود بگیرید خیر بینیم برای شما چی وظیفه داره؟ بله برای شما چی وظیفه داره؟ برای من که هستم دو شغل دارم دلجا باشید دو ماه چه نام خدا میتید به چه شاهزادی هست که ما باشم که اصلا از ما شاهزاده تر به شرق غرب افغانستانیه ولی من از تو پرسان تا نمیام برون کی؟ شاهزادگی؟ تو تعریف تو میگو شاهزاده نیه منم شاهزاده میگو من گپ پرسان کنی که بندی گفتم برای تو چی وظیفه داره؟ تو مسئولی که آها من از پیشین که هستم رو من نماشون قبر کنم جا شما خیلی سبی صبح سپگی چرخ میدم دنده باشه بابا گنده این لک برات اول کشوخیه دیون هم نام خدا خیلی بچه خوبیه نام خدا این 10 پنجه هنر داره 10 پنجه 10 پنجه برای من 20 پنجه من 20 پنجه ما کنده لونر دارم 20 پنجه؟ بلیا تو 10 پنجه داری پاهمه چی؟ 10 پنجه پاهمه 10 پنجه هم پا دستامه خوب بلیا همین تو شاعری هم هست کن که به تمام می افغانستان مال چلیق میزنم اینا پر یک شیره بگو به شما بگم حالا شما گوش که شما به خسرو کو چند شعر میگم تو را سیگریت بلاب بینم کفان بگردم تو را سیگریت بلاب بینم کفان بگردم کسی به کسی کار نباشه چه خود بیا پول نمکن من آراد مکنیم شلی بکاریم میان شلی ها میگوره جاله بابا گنده بی بچه این لک برات نام خدا در کنار از این شعر شعری خوب بیترین 4 بیتی خونه چه بیتی هم بخونم میتونی میخونی؟ آی شبی ای دست و ای جانان ای من دل آرام ای شده مانند زندان خانه ای من ای جان من آی به دستی خوب من دیدی روان کن حالا تسل شدلی دیوانه ای من های نازنینم خدا قسمت کنه که تور بگیرم هر جان نام تور بالا ببینم تو را زیباتر از دنیا ببینم های به هر گوشه بشانم من حاله تو را سبز دارم زیبا ببینم های داد و بیداد خدا غمهای دنیا را به من داد خیلی خلاص کرد انا رو گفتم بابا کنده گفتم انا از چندی پیشکش میستونیم به خاطر از اینکه خیلی ما دوباره را آدم ها غریبیم باور کنیم از گشنگی موشا خونیم مال دوباره میدن بگو بله من دخترها خواه عروس کنم و دمادا خود پول هم میدم پیار خواه بگردم دومادا خود پول نمیستونیم
ایلا سر شما چرا بوی دوغ میده دوغ شیش می سر خود بوی دوغ میش میده خب ایشگر سیکو بله مثل تو دختر دارم خیر بینیم یک دختر من 40 سال عمر دارم ما کمی نمیشنم و برای ما نمیشنم کم بلندتر صحبت کنیم مثل تو دختر دارم میشنوی یا نه؟ حتی دختر دارم میشنم یا نه اول کردی بابا دیانیه دیوانه به خیال چه تخت کم داره چوب کنه بعد از سه دختر داریم بگیم یک دختر من 40 سال عمر نه خیلی بینیم بفهمیدی؟ اگه عروس کدوم مدومان خود 40,000 پول هم میدو کاکا خداوند شما خیر بده کاکا مثل شما کاش که 4 نفر پیدا شما دومات خوب پول بدیم پیشکش هم نمیگیری نمیگیرو یکی دیگه 50 سال عمر نه اگه عروس کدوم مدومان خود 50,000 پول میدو کاکا ماشاءالله کاکا یکی دیگه 60 سال عمر نه اگه تو عروس کردم 60,000 پول میدم کاکا کندیلیت دختری نداری که 100 ساله باشی 1 لک به ما بدی یک نه چکو سرمایه خود میگه خسول من میگه تو پول میده 60,000 یکی دیگه هم بگو مگو تو دختری نداری 100 ساله باشی 1 لک به ما بدی 1 لک بدم چی لادر شمپو میخرم سر شما مصرف نکنم تو برای سرمایه میگیری بابا کنده جلا کام سعودیه شما به دل خونه گیری همین تو شوخی میکنه خودش به دل خونه گیرم این برای سرمایه مدبر کن ای خوب بم سهر تو خوب بم سهر تو و خودی میگه سرمایه میده 60 الان تو میفهمی و معامله تو چند دفعه گفتم پرگه پینا تو و مرد تو دو واقع شده و خودی پرگه پینا الان معامله خونه برو کن بله برو کاکا کندی بیا برو خوب بیا برو خوب بیا دیگه بابا سعی کنیم دومات شما منو چی؟ با حال و حالوان هم شیرینی نکن بکن خدا گردون میفهمی یا نه؟ چرا پس کی بود تو دختر تو؟ شما نمیگی 60,000 میدم اصلا از این باقی بیا پول نمیده برو کاکا برو بده چرا ماما برو میگو خود تلیب نده ماما برو برای کم خورده کنه نمایم بابا دختر اصلا نمیدونم دختر تو چرا میگو میفهمی گر چیه به تا تنین دو ساعت تنین هم بسته بود تو نمیدونم برو کن برو حالا خوشیار شدی با بیا خدای باز که به تو بزنه که مردی مثل بیا خونه چرا بچه بودا نکنی چرا لالا باز دیدم مذهبی تو رو میدی ایستادیم بدا کم بدم الان به نام باز دیدم تو بدا کم بدم بدا کم بدم نره من بزن برو برو کم برو اینجا نمیگی دختر خود چی؟ چرا نزدی که جوونو نکن میرم بله خواهد تو بخیر خوشی بخوره الان میرم به تر تلویزیون ها ایران میکنه میگونی عقل کمال دوری پیا نداره برو کم برتر برس برو دیگه برو کم بزن برو کم بزن بدا دیو سرکو من نمایو کی بودو بدا آبیا دست کن برو آیا کجی بیه بله گلی من بدا برو هم کجا رو بستر خواب بلند تو خودی دخترات برو خواب بخصر برو دیگه دیو سرکو تو اخلاق نداری تو اخلاق داری تو با اخلاق خوب دیونه تو با اخلاق تو دیونه ای تو با اخلاق خوب بیبی برفتی بخشش باشه بس سهر تو شبا بیا اومده بچه کار رو